یکی دیگه از کارهای مفید در تسلا ها اینه که به نام سامن مود. در این حالت وقتی شما مثلا توی فروشگاهی، البته فعلا توی پارکینگ فروشگاهی انجام میشه که پارکینگ فروشگاهی خیلی بزرگه، وقتی شما توی پارکینگ فروشگاهی هستین و خرید کردین و ماشینتون جای دور پارک شده، ماشین رو شما صدا میکنید که پیش شما بیاد، به جای اینکه شما به پیش ماشینتون خودتون وای میسین، ماشین تا پیش شما بیادش. مثلا من نشون میدم خدمتتون، الان اینجا پارکینگ بزرگی هستش و ماشین من یه جای اون وسط باید پارک شده باشه اونجا. الان من ماشینمو از اونجا صداش میکنم که بیاد. خب ما نگاه میکنیم که این پروسس به چه صورت است. همونطور که خدمت شما عرض کردم، از برنامه تسلا میریم. البته من لایف کامera رو میزنم تا ببینید ماشین اینجا پارکه. الان ماشین نشون میداد که ببینید اینجا 4 طرف میشه که اونجا ماشین پارک هستش. بعد ما اینو برمیگردیم و از اینجا میریم سامن مود رو انتخاب میکنیم. سامن مود رو میزنیم، ببینید اینجا موقعیت منه، اونجا موقعیت ماشین. میگه که go to target. اینا البته اینو جلو عقب میکنن ماشینو. وقتی go to target رو انتخاب کنیم، باید اینو انتخاب کنیم نگهش داریم که ماشین بیاد پیش ما. من نگهش میدارم. ملاحظه بفرمایید وقتی نگهش میداریم، الان اینجا جلو ماشین نشون میداد که ماشین داره حرکت میکنه. اون قسمت آبی ببینید فلاش قرمز داره سمت ما میاد و اینجا دوربین جلو ماشین نشون میده که ماشین داره به سمت ما میاد یواش یواش. نگاه کنیم اونجا مسیرش هست، راوتش هست، نشون میده که ماشین چجوری داره میاد پیش ما. به همین صورت ماشین داره یواش یواش میادش. ملاحظه میکنید اثر پیچید اون نشاله من نشون میده اون ماشین سفید ماشین ما هستش. از اونجا وایساده تا اینکه ترافیک چیز بشه، آدما رد بشن و بعد بیاد پیش ما. وایساده تا آبر رد بشه، منتظر ماشین هستش. نگاه کنید همینطور منتظر تا آبر و ماشین ها رد بشن. وقتی که رد شد الان خود ماشین نگاه کنید داره میاد پیش ما. به همین صورت که ملاحظه میکنید داره میاد اون هستش، داره میاد. مواظب به آبر نزنید. و تو اینجا ما داره میبینیم که ماشین داره سمت ما میاد و دوربین جلو ماشین نشون میده جلو چیزی هست یا نیستش. و به این صورت ملاحظه میکنید که ماشین داره میاد یواش یواش، دست انداز یواش میاد، آبر داره رد میشه. مواظب آبر هست که آبر رد شد. آبر بعدی مواظب اون هست و آهسته آهسته داره میاد پیش ما. ملاحظه میکنید ماشین اومد حالا اینجا وای میسته تا ما سوارش بشیم. به این صورت این هم از کارایی سامن مود بود که به جای اینکه ما بریم پیش ماشین خودش پیش ما میادش. و این هم یک از کارهای خیلی مفید توی ماشین های تسلا هستش. با تشکر از اینکه ما همراهی نمودید. روز خوب و خوشی برای شما آرزو می‌کنم.